باعث افتخار مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان است که در اجلاس 27 کنفرانس جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد دایر به تغییریابی اقلیم که 14 دکبر سال 2022 برگزار گردید، پیشنهاد نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با طرفداری 153 دولت‌های اعضا دستگیری یافته سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و سنه 21 مارس روز بین المللی پریخ‌ها اعلام گردید. به همین مناسبت در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 کنفرانس علمی و بدیهی برگزار شد. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 با طور صدای زنده سرود ملی جمهوری تاجیکستان را اجرا نمودند. آموزگار جوان و لیاقتمند، نوآور و ایجادکار دلارام خدایبرزی و کنفرانس علمی و بدیهی را آغاز نمود. سلام و درود به پایان آموزگاران عزیز و خوانندگان گرامی، امروز ما تصمیم گرفتیم که بخشیده به سال 2025 سال حفظ پریخ‌ها چاره‌بینی علمی بدیهی گذرانیم. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تشکیلات بین الخلقی سازمان ملل متحد سال حفظ پریخ‌ها اعلام کرده شد و در این دیگر دولت‌ها نیز جانبداری نمودند. ما امیدواران این اقدام پیشگرفته پیشوای ملت را جانبداری نموده در آینده شاگردان را عاید حفظ پریخ‌ها آماده می‌سازیم. اجازه دهید چاره‌بینی علمی بدیهی را که در موضوع حفظ پریخ‌ها با اشتراک خوانندگان حسن آغاز بخشیم. پریخ‌ها ذخیره اساسی آب صاف می باشند. آبشوی با سرعت آنها در برابر زیادشوی استعمال آب که با افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابستگی دارد می تواند به عاقبت‌های بغایت منفی آورده رساند. امامعلی رحمان. دورنده مدال شایسته جمهوری تاجیکستان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان آموزگار مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 مولوده برزی و درباره تشبث نو پیشوای ملت نجات بخش سیاره معرضه کرد. تشبث‌های جهانی و تکمیل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مسئله آب اقلیم از جمله دایر به مسائل حفظ پریخ‌ها و منبع و سرچشمه‌های آب تازه در تمام جهان طرفداران و همفکران زیاده پیدا نموده حل این مشکلات و مسئله مهم را در مد اول جامعه گذاشتند. نمی‌توان در دنیا دولت یا سرزمین پیدا کرد که در مسئله استفاده منبع‌های آب حفظ و نگهداری آن معجزه‌های مشکلات نگردیده باشد. اما امروز این مشکلی به سر زمین و انسانیت آمده. ما را وادار می‌کند که اهالی دولت‌های عالم در یک جایگاه خود را جمع کرده همچون برادرانه، خواهرانه با مراسات و همیرایی همدیگر راه حل پیشگیری آن را آموزند جویند. 14 دکبر سال 2022 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اجلاس 77 خود خطنامه سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشبری شده بود یک دلانه قبول کرد. آن یکی از خطنامه نادر به حساب می‌رود، زیرا در آن هم اعلان روز بین المللی و هم سال بین المللی لغو گردیده است. اقدام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پشتیبانی 153 کشور عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد. باید یادآور شد که هنوز ماه مارس سال 2021 ضمن نخستین جلسه پیشوایان اتفاق آب و اقلیم آن کس قید کرده بودند که آبشوی با سرعت پریخ‌ها در برابر زیادشوی استعمال آب که از افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابستگی دارد میتواند با عاقبت‌های منفی آورده رساند. با نظرداشت این پیشوای ملت پیشنهاد نمودند که جهت تمسخر کردن
با مسائل مذکور در سطح بین المللی سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرک‌ها اعلام کرد. سرور دولت پرزیدنت کشور که در اساس این قطعنامه پیشنهاد خود را پیشنهاد نمودند، اولا اعلام گردیدن 21 مارس همچون روز بین المللی حفظ پیرک‌ها، اعلام شدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرک‌ها در نزد سازمان ملل متحد تأسیس دادن فوند باوری بین المللی برای ساختاری و حفظ پیرک‌ها. در سال 2025 دایر نمودن کنفرانس بین المللی باید به حفظ پیرک‌ها در شهر دوشنبه. قطعنامه نمبر 10 اهمیت پیرک‌ها را همچون جزئی ترکیبی دور هیدرولوژی و تاثیر جدی آبشوی با سرعت پیرک‌ها و اقلیم، محیط زیست، سلامتی انسان و رشد استوار قید نمودند. اینچنین در این سند تاکید شده است که تاثیر گرمشوی گلوبالی باعث کاهش گسترشوی اتمسفر شده است که در نتیجه استواری و منطقه‌های بلندکوه‌ها کم شده مقدار موسمی مجری آب و ذخیره آب را در همواری‌های دریا و پیرک‌ها تغییر داده است. تشبس‌های پرزیدنت کشور ما در مورد بهتر نمودن صفت آب آشامیدنی، مسائل مربوط به آب و اقلیم و حفظ پیرک‌ها و روزنامه جمهوری رشد وارد گردیده در تاریخ رشد انسانیت صفحه‌های تازه باز نمودند. واقعا منبع‌های آبی خصوصا پیرک‌های تاجیکستان یک موضع ناتکرار و میدان نادری است که تحقیقات مشترک میدانی‌ها را تقاضا دارد و ما از آنها باید صبرناک استفاده بریم. باید گفت که در پرتو اقدام‌های بشردوستانه سرور دولتمان در مورد حفظ پیرک‌ها و منبع‌های آب تازه خوشبختانه امسال در تاجیکستان سال نیک و پربرق است. امید است که تا جای کاهش پیرک‌ها و آبانگارهای ما را برطرف می‌نمایند. طبیعت مادر همیشه غمخوار و همراه است و شاید باعث بازگشت اقلیم به وجود آید که باز طبیعت جای خود را بگیرد. سوال به میان آید که چرا پیرک‌های تاجیکستان آب می‌شوند؟ کارشناسان آبشوی پیرک‌ها را یک روند طبیعی می‌دانند، اما در سال‌های اخیر سرعت آن در قیاس به دوره پیش از صنعت‌شوی تشویش‌آور شده است. در تاجیکستان بیش از 8000 پیرک که 19 تای آن خیلی کلانند. محض آنها منبع اساسی آب دریاها به شمار می‌روند. آب تازه‌ای که از آن پیرک‌ها جاری می‌شود نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای دیگر کشورهای آسیای مرکزی خیلی ضرور است. دوام 10 سال‌های اخیر زیر تاثیر تغییریابی اقلیم بعضی پیرک‌های کلان خرد می‌شوند. به تاکید دانشمندان روند آبشوی پیرک‌ها عمل طبیعی میباشد، اما دوران نو روند را سرعت میبخشد. پیرک پچنکو یکی از کلانترین پیرک‌های دنیا به شمار رفته درازی آن 77 کیلومتر و برش از 1900 تا 3100 متر تشکیل می‌دهد. پیرک از نشاندگاه قلعه انقلاب در نشابی شمالی یزدگان ابتدا گرفته تا به ستاره‌های اکادمی علوم‌ها ادامه می‌یابد. قفسی یخ در قسمت مابینی پیرک 1000 متر و قفسی آن در یخزده‌ها و بافت‌ده‌ها 992 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می‌دهد. نقطه بالایی پیرک در بلندی 6280 متر و مساحت عمومی خط برفی 4800 متر را تشکیل می‌دهد. درازی پیرک گروم گریژمایلا 37 کیلومتر و مساحتش 42.12 کیلومتر کوادراتی میباشد. آن در بلندی 5500 6900 متر میدان سرخوراکی بسیار قبطه دارد. خط فرن در بلندی 5080 متر واقع بوده. زبان پیرک زیاده از 10 شاخاب را تا 3610 متر پیوست می‌کند. سال 1887 اکسپدیسیه برادران گریگوری و ولادیمیر گروم گریژمایلا را کشف کرده و به این پیرک نام آنها گذاشته شد. پیرک خرسان در بالا آب دریای کنک جایگیر بوده 13 کیلومتر درازی و 25 کیلومتر کوادراتی مساحت دارد. عادتاً باید در یک شبانه روز 5 سانتیمتر حرکت کرده. در وقت حرکت خرابی آور سرعتش به 100 متر رسیده مجرای دریای عبدالقهار را میبندد. در نتیجه کل پیدا شده، پس از رخنه کردن آب جمع شده سیل آبی میتواند خرابی بیارد. الحال در تاجیکستان 19 پیرک کلان و 13000 پیرک‌های خرد و کلان به قید گرفته شده‌اند.
پیرخ‌ها یکی از بویگری‌های به همتای وادی درفشان بودند. سرچشمه مهم آن شاخاب‌های آن و رود و کل‌های زیرشمارند. تحقیقات‌های یخشناسان نشان دادند که خط برفی در وادی درفشان نسبت به ناحیه‌های کوهی کاوکاس، آلتای، آلپ، اقصی و خیلی بلند جایگیر شدند. پیرخ درفشان بلندی آن 1100-1200 متر میباشد. گرما پیرخ در بالابی دریای خنگاف در بین قطارگاه‌های پیاتر یک اکادمی فنها و درواز جایگیر شده است. درواز مساحتش 114.6 کیلومتر کوادراتی، درازیش 30.4 کیلومتر میباشد. از 4 شاخابی کلان مورفولوژی عبارت میباشد که دریاهای ونج و وخش را سیراب میگرداند. بلندی منطقه و زیاد بودن مقدار بارش پیدایش پیرخ‌ها را به وجود آوردند. سالانه بارش به 1900 سانتیمتر برابر میباشد. چرا شما ولی خود بحث میکنید؟ آیا میدونید من کیستم؟ نه، ما شما را نشناختیم. من انقلابی سبز هستم. من هستم که همه جا سرسبز است. شما خودتون کیستید؟ ما پیرخ‌ها هستیم. بیایید ما پیرخ‌ها و آبادانه و برادرانه باید پیرخ‌ها را حفظ نماییم. پیرخ ثروتی محمود، پیرخ بگذرد از بود، پیرخ منبع آب است، آب سویش خطر است، پیرخ حرکت دارد، راه به سوی ده دارد، حفظ پیرخ نماییم، کند سوی نمانیم، کدنامه پیشوا را جانبداری نماییم. انبوه هوا بارشاتش اتمسفری را که در سطح زمین حرکت میکند پیرخ مینامند. پیرخ در آن ناحیه‌های حاصل میشود که بارشات سطح اتمسفری نسبت به آب زیادتر تشکیل میشود. پیرخ‌ها دو خیل میشود: پیرخ روی زمینی و پیرخ کوهی. ذخیره‌های عمومی یخ در پیرخ‌های کشور به 845 کیلومتر کوبی برابر بوده. مساحت پیرخ‌های خرد و 1 کیلومتر 2 کیلومتر تنها 20% شماره عمومی پیرخ را تشکیل می‌دهد، ولی 85% یخ در آنها متمرکز گردیده است. پیرخ روی زمینی قریب تمام سطح انتارکتیدا را فرا گرفته است. آن به تاثیر وزن خود از مرکز به طرف اقیانوس حرکت میکند. همچون که به اقیانوس رسید، شکست چون کوه یخی شنا میکند که آن را آیسبرگ مینامند. حرکت آن خیلی نسبت است که یک شبانه روز از 20 سانتیمتر تا 80 سانتیمتر حرکت میکند. در تاجیکستان پیرخ‌های از همه بزرگترین از قبیل پتچنکو 150.7 کیلومتر کوادراتی، گروم گریشمالا 143 کیلومتر کوادراتی، گرما 114.6 کیلومتر کوادراتی و ده‌ها پیرخ‌های دیگر که زیاده از 6 کیلومتر کوادراتی را فرا گیرند. در نقطه‌های بلند تاجیکستان اسماعیل سامانی 1495 متر و ابوعلی ابن سینا 1134 متر میباشد. اهمیت پیرخ‌ها در روی زمین. پیرخ‌های کوهی نهایت بسیارند. مساحت آنها همگی 1.5% مساحت سطح خشکی را تشکیل می‌دهد. اهمیت پیرخ‌های طبیعی و حیات خارجی آدمان نهایت کلان است. پیرخ‌های کوهی از خط برفی پایان فرآمده حتما آب می‌شوند. در جای آنها سنگ‌پاره چمن، ناگون و دیگر جنس‌های کوهی که پیرخ آورده است معین کناری می‌نامند. در تاجیکستان بیش از 13,000 پیرخ‌های خرد و بزرگ موجود است که مساحتشان به 11,146 کیلومتر کوادراتی برابر است و این نشان دهنده 8% حدود کشور را در بر می‌گیرد. پیرخ‌ها اساساً در فامیل شمال و غربی و کوهستان حصار و آلای واقع گردیدند. بیشتر پیرخ‌ها در بلندی‌های 300-3,500 تا بلندی‌های 3,500-5,300 متر جای گرفتند. انتارکتیدا ماتریک یخی میگویند. در اصل چنین نیست. انتارکتیدا هم و مثل دیگر ماتریک‌ها قسم کلان خشکی است و تنها با قبط قفسی یخ پوشیده شده است. مساحت قبط یخی انتارکتیدا و مساحت ماتریک استرالیا برابر میباشد. قفسی قبط یخ در ماتریک به حساب میانه 2 کیلومتر و در بعضی جایها 4 کیلومتر را در بر میگیرد.
در تحقیقات ماتریک انتارکتیدا عالم تاجیک پروفسور عبدالحمید قیوموف نیز سهم گذاشته است. عین حال پروفسور قیوموف دیرکتور مؤسسه آموزش پیری‌های جمهوری تاجیکستان میباشد. او سالهای 1983 1984 و 2008-2009 به ماتریک انتارکتیدا سفر کرده 6 ینوار سال 2009 پرچم جمهوری تاجیکستان را در ماتریک برافراخته است. قطعه صلح داشتی نمیرود و مستی انتارکتیدا با یخها میکند ارزی هستی قطب کنکترین است قطعه بهترین است با آب شیرینی خود سنگی خین است. آب منبع حیات است. به آب یگان موجودات زنده از جمله حیوان‌ها، رسانه‌ها و انسان زیسته نمی‌تواند، چون که آب نعمت روی زمین است. سرسبزی طبیعت و زیبایی عالم این همان با آب تعلق دارد. خصوصاً تاجیکستان از آب بوی است. از همین سبب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2018-2028 آب برای خشک و سوار اعلام کردند. آب از تو حیات پایدار است. آب از تو زمین کشتکار است. محصول همه جهان هستی در دست آبی فیضبار است. آره، آب منبع هستی همه موجودات عالم است. آب ذخیره بزرگ است که واقعیت آن جهان و زندگی را تراوت و پاکیزگی میبخشد. هستی انسان، گل و گیاه، حیوانات و نباتات زندگی آسایشته و آبادی و آزادی و پربرکات همه به آب وابستگی دارد. آب این سرچشمه حیات بوده. انسانیت خود را به آب تصور کرده نمیتواند. انسان تمام لحظه های حیاتش با آب زنده است. میدان سطح زمین که آب اشغال نموده است 361.12 میلیون کیلومتر کوادراتی را تشکیل می‌دهد. این تنها میدان اشغال نموده اقیانوس و بحرها میباشد. غیر از این 16.3 میلیون کیلومتر کوادراتی دیگر با یخ بشته است که تقریباً 11% سطح خشکی میباشد. با شراکت گردش دائمی آب در طبیعت آن ثروت برقرار شونده به حساب می‌رود. در روزهای آخرین سال 2018 یعنی 21 دکبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از طرف جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود قبول نمود. در رابطه با این دبیر کل سازمان ملل متحد هان کی مون با ارسال نامه تبریکی به عنوان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مردم تاجیک را با قبول قطعنامه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را صمیمانه شادباشی گفتند. آب باشد گوهر قیمت‌تر از لعل و گوهر، پاکی هر قطره آب پاکی خیرالبشر. آب هست آبادی هست میگویند. آب است که کل موجودات عالم در افزایش و رشد و نمو و پایندگی قرار دارد. آب است که دم مرگ قطره از آن آشامیده انسان نفس راست میکند. آب است که گل و گیاه از آن رنگ و بوی تراوت و پایندگی میگیرد. به آب حیات معنا ندارد. زندگی را از هستی آب اساس است. در جان اقیانوسی بزرگ دنیا آبها خیلی زیادند، اما آنها را نوشیدن ممکن نیست. آب اقیانوس‌ها شعر است. آب شیرین از چشمه‌ها جاری شده و دریا تبدیل می‌یابد. غیر از آنکه ما آب را می‌نوشیم، باز شستشو می‌کنیم و به کشت و کار استفاده می‌بریم. دریا که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمین ولی پاره آبه. آب و گیر ما بافته خواهش دریاست، تحلیلگری مجمعه باره آبه. هر قطره آبی روان بر فرض ما درمان بود. گویا به هر یک تشنه لب چون باره از جان بود. در مملکت‌های جهان به آب
قطره‌های باران، از جیشی چشم ساران، از برفی کوهساران. ما را آب است فراوان، آب است آبادانی، آب فیضی زندگانی، آب است راحتی جان. از آب باغ و بستان، از نوری آب چراغان، امروز تاجیکستان. ما از دیار روشنی، ما هم دیار آبها، ما از تبار نوریان، ما هم تبار آبها. جاری است روحی 5 روز، در شعرهای رودکی شعری دری جاری شده از رودگار آبها. آب هست و حیات شیرین است، زندگی دلکش و رنگین است. آب نیست دانه نمی سبزد، سیم و زر به جبه نمی ارزد. حیات از آب نابی جاویدان سرچشمه می گیرد و آب از قله بانی جهان سرچشمه می گیرد. حیات و آب پیوندند و اندر سازمانی ده، ز فصلی پیشوای تاجیکان سرچشمه می گیرد. یک سرچشمه کوهیم، زی یک سرچشمه می آییم، یک سرچشمه کوهیم. با خوینی ها از آن بالا، من و دریا، من و دریا. با خوینی ها از آن بالا، من و دریا، من و دریا. وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کند، ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند. وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من. تو وطن
سفر تاجیکستان به پیش باری دیگر سوختی باستان به پیش دستی زفر دولتی پیشوا رهنما باد بر همه دهقان و اهل نظر بر همه دهقان و اهل نظر تاجیکستان به پیش باری دیگر تاجیکستان به پیش باری دیگر عصری تاجیکانی جهان دور رشدی دهاتی کهستان عصری تاجیکانی جهان دور رشدی دهاتی کهستان تاجیکستان به پیش خواهد رفت با شکوهی نجیبی پیر و جوان با شکوهی نجیبی پیر و جوان تاجیکستان به پیش با پیشوا تاجیکستان به پیش با پیشوا شود برپا پیش بین بود فردا انتخابی وطن شود برپا پیش بین بود فردا باری دیگر به فصل میگویم تاجیکستان به پیش با پیشوا 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 پیشواام داد از دل و جان و پیش از دری همت و صدق و احسان و پیش تاجیکستان و پیش در رفت چاره‌بینی آزمون کارهای ایجادی خوانندگان نمایش داده شد. در این آزمون خواننده صنف 11 ب صمد و آنجان جای اول را اشغال کرد. واقعا سروری دولت دویمی دکابه در شهر دوبای با سروری دولت ها بخوردن و ایدی حفظی پیریخا سخنرانی نمودن. در سخنرانی خود گفتند در حقیقت در تاجیکستان عزیز ما آبها نهایت زیاد هستند و 13,000 پیریخی که در تاجیکستان هست این پیریخ‌های میباشند و ذخیره آب میباشد و 1,000 پیریخی که بیشتر بود و در حالت آب شوی است و من همچون یک استاد شما گفتنی هستم که تمامی شاگردان و آموزگاران این مؤسسه تعلیمی این اقدام پیش گرفته سرور دولت را سرمشق کار خود کرده. البته این روزه چاره‌بینی که ما گذراندیم واقعا این یک جواب مناسب بود و قرار و فرمانهای سرور دولت با همین تمنیات حالا سخن را به اجرا کننده وظیفه دیرکتور مؤسسه معلم سلام بدهم. مرحبا. مقصد از برگزاری این چاره‌بینی محافظت طبیعت، حفظ پیریخ‌ها، رسیدن به قدر نعمت به‌بهای خداداد آب میباشد. مأموریت مؤسسه و آموزگاران بردی و مولوده و خدای بردی و دلارام و خوانندگان شرکت ورزیده منتداری به پایان خود را اظهار می‌نماید. مسئله که امروز بررسی شد برای ما خوانندگان نیز خیلی ضرور است. از آینه نیلگون تماشا کردم که 2025 سال حفظ پیریخ‌ها قبول کرده شد.
در آن اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برآمد خود چنین گفتند: پیریخ‌های تاجیکستان منبع آب زلال آسیای مرکزی می باشند. ما خوانندگان خیلی خرسند شده در آینده ها عاید حفظ پیریخ‌ها خود را مسئول می شماریم. امروز مسئله تغییریابی اقلیم مشکلات تأمین آب اصلی سیاره را به تشویش و اضطراب آورده است. بنابراین ما تشبس‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان را دستگیری نموده در تطبیق آن سهم ارزنده گذاریم.